آیه دکتر فکر کنم باید این سوال FATF رو مثل سلام علیک اول برنامه ثابت بکنیم. همیشه بیخ گلومون رو گرفته، جونمون بالا اومد و بالاخره مقام عثمان نگفت آره یا نه. اگه از اولش امضا میکردیم کم خشتر از این شل کن صف کن در میومد که اینقدر ازش میترسیم. اصلا اگه خودمون رو تحریم میکردیم بهتر بود تا اینطوری دلنگون باشی. آخرش هم همین میشه که میگی، ولی با کلی آبروریزی و لقمه رو دور کله چرخوندن. یعنی یه کاری میکنی بگیم که کاش خودمون از اول همین کارا رو کرده بودیم، این ریل رو نرفته بودیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمودن که طرف همسایه‌اش رو خیلی اذیت میکرد، همسایه ذله شد، گفت میخوام از دستت برم بیمارستان روانی بستری بشم. طرف گفت خرج چقدر میشه؟ گفت 1,200. گفت 600 بده، خودم دیگه اذیتت نمیکنم، بین خودمون حل کنیم. آیه دکتر نحسی ما به جای 13 فروردین 13 اردیبهشته. چطور مگه؟ معافیت های تحریم این چند تا مشتری که دور و برمون موندن هم تموم میشه و فروش نفت اون میشه صفر. تازه به خاطر سالگرد پاره کردن برجام تحریم جدید هم برامون میذارن. حالا بیا که داری بگه این ظریف مشنگ نمیگفت با زبون بازی تحریم رو رقم میکنیم، پس چرا صداش در نمیاد؟ برم الهی قضیه بیختارتر از این حرف واسه. دفعه آخر که رفت اروپا گفتم برو برای کسی دورویی کن که حوصله همون یه روت هم داشته باشه. شیر مالی زبون بازی برای کله بسیجی هاست که اونا با خود مقام عظما مگه اینطوریه؟ 100 تای ظریف زبون بازه. چه روزایی بود تو خیابونه ژنو با کری قدم میزد و از تو بالکن دست تکون میداد. آره یه فرصتیه 3 سال پیش تموم شد رفت. وقتی هم که دستت رفت دیگه رفته. مشنگه به رفیقش میگفت چرا گریه میکنی؟ گفت اگه 1 دقیقه زودتر رسیده بودم از اتوبوس جا نمیموندم. مشنگه هم گفت ولی همچین گریه میکنی که انگار 2 ساعت دیر رسیدی. روشن شد یا بذارم که گریه کنی به یاد روزای کری؟ آی دکتر مقام اوضاع اون دفعه گفت اگه برجامو پاره کنن ما آتیش میزنیم. نکنه این دفعه هم یه کار خطرناکی بکنه. نه ترس، نه که اون دفعه خیلی آتیش زد مگه نشناخت. پس شما لطفاً بهش برسونید که خیلی احتیاط کنه و اگه لازمه زبونم لال خفقون بگیره. نه ترس، اون خودش خفقون رو میگیره. سربسته میگم فهمیدی نفهمیدی هم خب تو هم مثل بسیجی ها، چون بعضی چیزا رو میشه فهمید ولی نمیشه فهموند. یه موقع زورشو داشتیم کار برو مرزیمون هم پیش میرفت، بعدش که زورمون کم شد بگیر نگیر داشت، الان دیگه همش شده نگیر. هر جا اومدیم یه فضولی کردیم محکم برگشت قرط و پوزمون. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن بچه داشت آلوچه میخورد، پیر مرده اومد بهش گفتش که مگه تو نمیدونی آلوچه بده، برای چی میخوری؟ بچه گفت تو میدونی پدر بزرگ من 115 سال عمر کرد. پیر مرده گفت خب چون آلوچه میخورد. بچه گفت نخیر، چون سرش تو کار خودش بود فضولی نمیکرد تو کار اینو. روشن شد بیام چی بذارم که دیگه سرت تو کار خودت بلند نکنی با این سوالای اینجوری. آیه دکتر توی این قضیه سیل روشن شد که کلا شغل مسئولین نظام اینه که غافلگیر بشن. اصلا بابت غافلگیر شدنشون اینا دارن حقوق میگیرن. نه داداش، اونجاش که باید حساب کتابشون جور باشه خیلی هم جوره. آیه دکتر حالا شما بهشون بگین که این دفعه رو بیخیال شن و نرن تو محلهای سیل زده عکس بگیرن، مریض میشن، بعد خرج دوا درمونشون تو انگلیس میفته گردن ملت، بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. بهشون گفتیم اصلا نرن بازدید، خطریه، کفر ملت در میاد، بعد میزنن بدجور ناجور میشه. آره انگار حالیشون نیست بازدید برای چیه، بیشتر های دکتر فضای تفریح و آره دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه باباش مریض بود، زنگ زدن آمبولانس اومد، کل خانواده‌شون رو سوار کرد و بگو و بخند و دست میزدن و میخوندن. دکتره گفت مریض کیه؟ مشنگه گفت بابامه ولی حالش خوب نبود نیاوردیمش. آقای دکتر شما میگین ولی دوباره حاجی روحانی صحبت کرده که ملت خیلی خوشحالن و به خاطر سیل از دولت حمایت میکنن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه کنترل گاز رو دستکاری کرد که پول گاز کمتر بدن.
اما یه طوری کرد که کنتور نشون میداد که 500,000 از اداره گاز طلبکاره. قبل از اینکه سوال بعدی رو بکنم بگم که یک بار یکی اومد خونمون دزدی، هیچی پیدا نکرد، منو از خواب بیدار کرد و گفت من که دارم میرم ولی این زندگی نیست که داری. توقع کن همینجا، اصلا نمیخواد سوال بکنی ناکس. من تا تهشو خوندم، هر بسیجی مشنگی هم فهمید که تو داری وضعیت عظما رو میگی که دیگه دزدم حاضر نیست یه دقیقه به جاش وایسه. صبر کن خودت توقف کن. یعنی شما میگین دزد حاضر جاش واسه؟ من اقلا اینجوری مثل تو جار نمیذارم که همه بفهمن هیچ دزدی هم دیگه حاضر نیست صدا تو برای من بلند نکن.